پهلوان نامه. درود. قبل از اینکه وارد شاهنامه باشیم، اول یه تاریخچه‌ای از نگارنده شاهنامه داشته باشیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری در توس به دنیا آمد. پدرش از دهقانان توس بود و جالبه بدونید فردوسی جزو ثروتمندان دوره خودش بود و از ثروت و موقعیت اجتماعی قابل توجهی برخوردار بود. فردوسی 30 سال از عمرش رو وقف شاهنامه کرد، ولی باید بدونید که دقیقی که از شاعران صاحب نام و هم دوره فردوسی بود، نوشتن شاهنامه رو آغاز کرد و حدود 1000 بیت از شاهنامه رو او سروده که مربوط به داستان گشتاسپ و ارجاسپ تورانی هست. متاسفانه دقیقی در حوالی 40 سالگی به دست غلامش به قتل میرسه و نمیتونه کارش رو به اتمام برسونه که فردوسی در این مورد میگه جوانیش را خوی بد یار بود، همه ساله تا بد به پیکار بود، که یعنی فردوسی خوی بد رو دلیل قتل دقیقی میدونه. یکی از نگرانی‌های خود فردوسی هم این بوده که نکنه مرگ باعث بشه او هم نتواند شاهنامه رو به اتمام برسونه. شاهنامه به 3 بخش تقسیم میشه. بخش نخست قسمت اساطیری که مربوط میشه به اولین انسانها و شروع جهان که از عهد کیومرث آغاز میشه و تا ظهور فریدون ادامه پیدا میکنه. این دوره ها به صورت پادشاهی بیان میشه: کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشید. بخش دوم روایت های پهلوانی یا حمسی که با پادشاهی فریدون آغاز میشه و با دیگر پادشاهان ادامه پیدا میکنه و پهلوانان مثل رستم و زال و سهراب خلق میشوند. بخش سوم که بخش تاریخی هست و کمتر توجه شده، روایت پادشاهان ساسانی تا حمله اعراب هست. در قسمت بعد با من همراه باشید تا یک به یک روایت‌های جذاب این کتاب رو با هم بخونیم و لذت ببریم.